درود بینندگان گرامی، در هر دور و زمان البته شخصان زنده‌دل و دست به کار بودند و هستند و محصول ایجادشان همیشه جاودانه است. اگر رسالت بزرگان در آفریدن یک چیز نو و خوب باشد، پس ما را نیز ضرور است تا از ایجادشان هم آموزش گیریم و هم به آنها بهای شایسته دهیم. از میان همین گونه شخصیت‌های بزرگ ما می‌توانیم امروز هنرمند اصیل، کارگردان موفق مرحوم ساجده غلامова را نیز نام ببریم، زیرا با آفریدن ده‌ها نویله‌های تلویزیونی توانستند به دل و دیده بیننده راه یابند و امروز در برنامه نقش ما نویله تلویزیونی زن آهنین ساجده غلامова را انتخاب کردیم و فعلا باشه صحبت‌های ما هستند هنرمند شناخته، نفری که به واسطه قهرمان اساسی این نویله را بازیده است، یعنی نقش علامت خان را زمیره یولداشeva صحبت خواهیم کرد. درود، خوش آمدید. تشکر، روزتان بخیر باشد. من خیلی شادم که امروز همین نمایشنامه سبب شد که باری دیگر با هم دیگر دیدار به دیدار شدیم. باوری دارم که صحبت ما به تماشابینان پسند می آید. خیلی خوشحال هستم که امروز هم صحبت شما هستم. خب، راستی کودک بودیم، در محیط خانواده از تلویزیون این نمایشنامه رو زیاد تماشا می‌کردیم و برایمان تعجب آور نیز بود که چگونه میتوان زن رابط را اختراع کرد، چون کودک بودیم باور می‌کردیم. نخست سوال ما چنین است: همان زمان هر باره که مخلصان با شما روبرو می‌شدند، چی گفتم مراجعت می‌کردند؟ زن آهنین، زمیره و یا علامت خان؟ بسیار سوال خوب دادید مهر اینسا. همین سوال شما رو وقتی که نمایشنامه زنی آهنین به تلویزیون برآمد، همه از این واقف شدن، تماشا کردن. همین کوچه که برآمدم نام زمیر تماما فراموش شده بود. علامت خان یا که زنی آهنین یا رابط میگفتن. همین کوچه رفته ایستاده بودم که همین یا کودکا یا زنها یا همه مخلصایی که همین نمایشنامه تماشا کردن، حتی چند نفرشان آمده به من همیشه سوال داده بودند که شما در حقیقت رابط می یک بار دستتون داشته بینم گفته، تا همین درجه باور کرده بودند. حتی زنهایی بودند که به نزدم آمده وای نو زنده شدیدیم، شما در حقیقت رابط حقیقی بودید وای تلویزیون با گفته همیشه میکردن. خیلی من از این شاد می شدم که من توانستم به قلب آن مخلصانم با همین نقش خود در آمده برای وها یک چی گویم در قلب آنها جای گیرم با همین نقش زنی آهنین. اپای ساجده سبب شدم من در این نمایشنامه زنی آهنین نقش آفریدم و اینچنین بسیار بسیار منتدار هستم از استاد عزیز، هنرپیشه ناتکرار که این خیلی شخصیت گمان میکنم دیگر نیست، هنرمندی مردم جمهوری تاجیکستان عبیدالله رجب بسیار به من کمک کردن. من شکرانه میکنم که با چنین انسانهای بهترین هنرمندان شناخته و ناتکرار همکاری کردم، نقش آفریدم. بهترین. هنگامی که این نقش را اجرا کردید البته خیلی جوان بودید و ببینید که مرحوم ساجده غلامova یعنی کارگردان این نمایشنامه در سیمای این قهرمان من شما را انتخاب کردم و شما نیز کوشش کردید از عهده این ابراز به خوبی برآیید، یعنی سربلندانه این نقش را اجرا کردید، پیشکش تماشابینان کردید. پس بگویید که این چندمین نقش شما بود که هم استعداد و هم چهره‌تان رو میان مردم شناخته کرد؟ اولین نقش من بود در نمایشنامه تلویزیونی. بعد دانشگاه خط نمودن یک نمایشنامه دیپلمی بود. بعد نمایشنامه دیپلمی مرا به تئاتر دولتی دراموی به نام لاهوتی به کار قبول کردند. آنجا اولین نمایشنامه‌ای که من آنجا اشتراک کردم داد از دست عقل از گریبایدوف بود. مرحوم هنرمند مردم جمهوری تاجیکستان خوشنظر مایبلیف روی صحنه آورده بودم و اولین دستاورد من در همانجا بود که در فستیوال پرستو که سال 86 برپا گردید، اولین فستیوال، همانجا به من برای نقش اولین تحفه دادن زلوچ دیبیوت. من شادی و خرسندی من حد و کنار نداشت، چون که این اولین دستاورد من در ساحه تئاتر بود و بعداً همین نمایشنامه زنی آهنین
маро ҳамчун ҳунарпеша муаррифӣ кард. خودی زنده برین ها؟ یا توبه عجب زیبا علامات علامات میگم این توبه علامات؟ این جامعه ده علامات عجایب خوشخورکا آفرین خوشخورکا باور کنید من برای این 7 سال باز نمیگفتم خیریت خوشخورکا خیریت ندونید نباشد این رو علامتی یک میمونیم بودید کن شما خوشخورکا علیم جان برای چی یک؟ بعد 2 بعد 3 بعد 4 هم پیدا می شود آخه میدونید برای رسپوبلیکای ما از اینها چقدر بسیار لازمه خیریت خوشخورکا تا حاضر ادمی سوالی که شما گفتید که خیلی جوان بودید بسیاری میگن که اپای زمیره ما خورده کک بودیم شما زنی آهنین نقشش بازی کرده بودید اینه بینید ما اینقدر 30 سال برختیم شما حالم یک خیل بعد من شوخی کرده میگویم که من زنی آهنین کو بله. کدام خصوصیت‌های خاص رابط را آفریدن برایتان مشکل بود چون می‌بینیم در هر یک صحنه در هر یک اپیزود حرکت‌های غیر عادی را نشان می‌دهید جای می‌رقصید جای می‌خندید جای می‌جنگید جای نمی‌دانم بروبوچینی خانه مشغول می‌شوید برای من خیلی مشکل بود چون که در حیاتم من اولین مرتبه نقش رابط را بازیدنم لازم بود و در مهلت خیلی کوتاه ما این نمایشنامه رو ثبت کردیم همگی در 5 روز در 5 روز ما هم تمرین کردیم هم از خود کردیم سخنها را و هم ثبت کردیم این آسان نبود بله. البته استادان خیلی کمکی خود را برای ما دریغ نمی داشتن لیکن من با یک هیجان با یک ترس این نقش رو گرفته بودم لیکن شکرانه که از عهده این نقش برآمدم برای من دانه دانه سخن کردن مثل ربات راه گشتن بله باز لحظه‌ای بود که ربات الکی مبدل می شود به یک زن خانگی که باید تمام خدمت خانه را کند خدمت شوهرش را کند و مبدل شدن به دیگر حالت و باز مبدل شدن به حالتی همان رابط که همون وقت با قشقاربای صحبت میکند یعنی از یک حالت به حالت دیگر گذاشتن برای تو مشکل بله مشکل علامت خان لحظه های بود که آنجا همون وقت صحنه به صحنه به نوار گرفته بعد آن را تمرین نمی کردن یک و یک بار همین که سر شد ثبت سر شد تا آخر ما باید همون نقش خودمون تا آخر بازیم سخنمایی گوییم بعضی موردها بود که من نمیدانستم چون که ما کم مشق کرده بودیم که یک سرود بشود من باید برقصم یک یگان حالتی می شود که من در همون حالت به در آمده توانم برای همین برای ما کمتر مشکل بود لیکن آنجا که ما یک انسامبل بودیم بله یکدیگر رو دستگیری میکردیم یکدیگر رو پر میکردیم و این بسیار نمایشنامه خوب شد باوری نداشتم که اینقدر سالها این نمایشنامه زنی آهنین در قلب مخلصان اینقدر سخت جای میگیرد
به صفت قهرمانان این نمایشنامه هنرمندان چگونه انتخاب شدند؟ زیرا در حجم 1 ساعت و 57 دقیقه تنها 6 نفر، 6 هنرمند، 6 قهرمان نقش می آفرد که هنر هر کدام البته برای بیننده جایگاه خاصه دارد. هرچند سالها گذشته است، همانطوری که گفتیم استعداد و چهره هر کدام شما در خاطره بیننده، در خاطره خرد و بزرگ نقش بسته است. در اول این نقش کلان می بازد، آن دید و آن انتخابی ساجده غلامова که آن کس بسیار خوب انتخاب کردن در نقش قشقاربای عبیدالله رجب. من باوری دارم که اگر دیگر نفر رو انتخاب میکردن ممکن این چگونه هست قشقاربای این طور نمی برآمد. فاطمه غلامова همسایه زن بسیار نقش خود را خوب بازیدن. لطفالله دولت، اختراعکار عالم جان، پدری علامت خان، اختراعکار رابط. نقش عالم جان بسیار خوب برآمده است. مرحوم سید مراد مردانов که نقش داملو را آنجا بازیدن. اپای تاجنیسا نقش قمری را یک زنی دهاتی، زنی خاکسار، صمیمی با خودش این نقشش هم بسیار زیبنده بود. گوشت را به کفلز آب داده راست بگم. قمری اینجا شین. اینجا شین گپ است. اینجا شین. خیر علا ایستادم. قمری جان تو سراسیما نشده همش را یک به یک با تفصیل نقل کن. نقل کن که کی آمده بود، چیکار کردند، چی گفتند. نه چیکار کردنشون را نگوی، گویی که آنها چی گفتند. همش را یک به یک به من گفته. کنی؟ گفتن که این قچقار نه برزگا. دهنت پشت سنت برزگا بود است. پشت دهنت. موحیدین اکا همین طور گفتن، من نگفتم. تو دیوانه. آخر آدم ها در جوانی چیکارهایی که نمیکنن. قبری خفه نشو. قبری کشو دست پای ما کشو. خیر من میروم. این شوخیای شما به جانم رسیدگی. 17 سال باز من این شوخیای شما اطاقت کردم. دیگر طاقت ندارم. ندارم. میروم. قمری گوش کن. قمری خیر روی گوش کن. اقلا دست و پای ما کشو بد رو. قمری مر با او روزت. همه‌شان برای من مهربان بودن، دستگیری میکردن و من شادم از آن که با همین انسامبل مخصوص با همین صنعتکاران هنرمندانی بسیار متکرر همکاری کردم، نقش آفریدم در این نمایشنامه. نقش قشقارکان نیز بسیار خوب برآمده است. بهترین تئاتر آینه مرحوم استاد عبیدالله رجب این نقش را خیلی جالب آفریده است. هرچند مثلا در نمود حج و از مضحک است، ولی ببینید که توسط هزل و شوخی هنرمند اصیل موضوع مبرم روز را خیلی خوب معنیداد کرده است. پس بگویید که کدام صحنه ها از جانب استاد یعنی بداهتا اجرا می شدند، چون میگویند استاد عبیدالله رجب این مهارت را در سطح عالی اجرا می در سطح عالی و بهترین اجرا می کردم. البته چخیلی که شما گفتید این نمایشنامه هم نمایشنامه یک تماشاباب و هم نمایشنامه تربیوی که با در اینجا زحمت زن، مهر و محبت زن، قیمت زن را در اینجا نشان داده می شود که البته زن این چراغ هر یک خاندان است. زن که نباشد چراغ نیست، آن خانه تاریک است. و زن است که به همه پستی و بلندی ها، به همه پیچ و تاب زندگی ها صبر می کند، تحمل می کند. بداهتا در همان لحظه ای که از کار می بیایند علامت خان پیشواز میگیرد. من دستشان به آب میریختم. همونجا 2 جمله از خودشان گفتم.
لیکن وقتی که شما خوب حس میکنید پارتنر خدا وقتی که همبازتان بهترین است البته شما در نمیمانید. من هم جواباً ها مرحمت کنید دستتون رو شوید مانده شده آمدید گفته. آنگاه پیشواز گرفتم و انامون با قناری که می آمدن در رو برداشته یک طرف بردم. باز در لحظه وقتی که ربات یک بار خاموش می شود آن کس اگر یادتان باشد آمده میگویند که شما به دوغابتیم. بله این با این زنگ زده نماند. این لحظه ها بداهتاً بودن و من همون لحظه ها به زور خودم داشته چون که ربات علاقه وای کار نمی کند وای باز مانده است از کار. برای همین نباید یگان به این سخنانی اکا عبیدالله احساس کند. وای باید همیشه شخ استاد لیکن اکا عبیدالله این قدر سخنهای گفتوسیان که در خانه دوغی خنک است هوا گرم یک کاسه بیارم هم یک نوشی جان میکنید نه؟ دوغ را چی کار میکنن؟ دوغ چی کار میکنن؟ دوغ هم میخورن ما همین دوغ میخوریم دیگر چی؟ شب دیگه این رابط که این دوغ خورد که همه این ها اکنون در آمدی گفت هم تو گفتم ده اکنون علامت جان کارهایتان نظم آخر؟ کدام کار؟ ما حالا به کار سر نکرده ایم کو همین وای ینگهتون گید همین کمتر گفمون گریخت و همین قهر کرد و برآمده رفت. اکن علامت جان اکن روزگار ده اکن زندگی ده گاه اوتو گاه حمل اکنون من بچه های همیشه گرفت راست خونه اوچش برفت. من علامت خان شما بچه نداره داره داره این رابط که این بچه برابر دیدن علامت خان گویا رابط غیر مقرره پختچینی مرد فارغ بال یعنی قشقار اکا در حیرت می افتاد یعنی جای می خندد و جای می رقصد. از مد نظرش هم اویله هم اطرافیان دور می ماند تنها دلباخته علامت خان می شود. در این لحظه ها ببینید که حتی نام علامت خان را سلامت خان ملامت خان عدالت خان گفته جیغ می زند. بله چون که نقش اکا عبیدالله یک مردی صحرایی بسیار یک خاکسار به همه چی باور میکند چون که اینقدر علامت خان که اینقدر عزت و احترام میکند و میکند همون عزت و احترامی که از طرف زن به مرد میشود کمتر دیده بود چون که قمری به تشویش زندگی به صحرا فرزندها آواره بود و به همسرش کمتر اهمیت میداد. برای همین که علامت خان کمتر سخنهای نیک گفته پیشواز گرفته به وی کمتر مهربانی کرد وی تماما داده شد به انیم علامت خان فکر کرد که انا زندگی انا حیات چی خیلی بوده است لیکن در آخر میفهمد که از همسر خودش دیده بهتر از همسر خودش دیده مهربانتر نیست. بای مردک جان چی مردک جان نخواد که بچه ها باشن پدرم کنی کای می آید گفتن دلم را آب کردن به بچه ها نگاه کردن گفت جهلم شد گفتن خیسته آمدم یک دو روز ترساندنی بودم مردک من چی میدونم که عاقبتش این خل می شود مردک جان همین قدر روز به دهانتان نمک هم نگرفته نمک هیچی حاضر یگان خوراکی با مزه میپزم حاضر
حاضر. در نویلای تلویزیونی زن آهنین البته سخنها خیلی سفته و روان استفاده شده است که در عمق و شعور بیننده البته تاثیر خوب میرساند. در برابر تربیت دادن یعنی به هر یک بیننده خوشحالی میبخشد. پس چی باید کرد که به مثل همین گونه هنرمندان اصیل مثلا توجینیسا سعید و لطفالله دولتов، مرحوم استاد عبیدالله رجب، علاءالدین عبدالله جوانان را در راه تئاتر و سینما تربیت کرد، خصوصا آن جوانانی که میل به ژانر مضحکه دارند. آن نفرایی که حالا هستند و با همین ژانر کار میکنن، ژانر مضحکه کار میکنن، ایجاد میکنن. من گفتنی هستم که بهترین به همین مانند نمایشنامه ها رو برای مخلصان پیشنهاد کنند، چون که این نمایشنامه ها هم طبع مخلصان را بالیده می سازد، روح آنها را بلند می کند و هم تربیت می دهد. و همین خیلی نمایشنامه ها کم است که تماشابین ده ها مرتبه تماشا کند و باز خواهش پیدا کند که باری دیگر همین نمایش را تماشا کند. لیکن این را بینید که تمام نمایشنامه های ساجد غلامова همش تماشا باب است. 10 بار 20 مرتبه تماشا کنید که به دلتان نمیزند، فکر میکنید باری دیگر تماشا کنم. تو جزای مرا دادنی هستی کلموش بدم. ها جزای تویا فهمیدم، جزای تویا. هر هفته گم شود اینجا. تو لفتکی خدا زده. در گم شد چی؟ حاضر دهانت را زده کلش کار نمیکنم. میبینم. حتی نامت را گرفته هم نمیتوانی. باز یک بار رنگی کرده بین، زده دهانت را از پشتت میکشایم. از همین رو سر کرده آهسته گپ زده ها را یاد میگیری. میخوام که هنرمندان جوان زحمت کشند، کار کنند و از خود برای مخلصان، برای مردم یک چیز باقی مانند که و سالهای سال هم برای آنها یک لحظه های خوش آورد، به هم تربیت کند، برای آینده مردم تاجیک یک خدمت کنند. شکرانه میکنیم که زمانمان تنج و امانی است، صلح و آسایشتگی برقرار است. من سال از سال با شرافت پیشوای معظم ملتمان جناب عالی امام علی رحمان گل شکفته ایستاده است. هر سال که به دوشنبه به پایتخت آن می آیم، نوگانی همه وقت بعضی جاها را قریب که تماما نمیشناسم. این یک خرسندی است. البته بینید که تمام شرایط ها را مهیا ساختند برای کارمندان فرهنگ. البته فرهنگ این معرفی‌کاری ملت تاجیک است. فرهنگ این تربیتگر است برای مردم. برای من میخوام که کارگردان ها بسیارتر خوانند، بسیارتر آموزند. در زندگی واقعی نیست، یعنی با انسان‌های گوناگون خصلت زیاد وامیخوریم. اگر نفر مثلا زیرک و هوشیار و خرد و ملاحظه‌کار باشد، پس حتما زندگی زیبا و سازنده نصیب اوست. و یا برعکس اگر این گونه خصلت دیده نشود در نفر، در زندگی در روزگار ناکام ناامید می شود. و همین گونه خصلت های مثبت و منفی را مثلا کارگردان مرحوم ساجد غلامova در سیمای قهرمان های این نمایشنامه جای داده است، و خصوص در سیمای قهرمان قشقار اکا. و فکر میکنم برای هر یک بیننده این بی تاثیر نمیماند. مثلا نقش قشقاربای من عبیدالله رجب بازی کردم، نقش فاطمه غلامova که همسایه جنجالی، این هم یک تربیوی است. نقش دامولا که جایی که نکاح کند چشمش فقط به علامت خان. نقش اپای تاجینسا که باید
هر یک زن باید نه فقط به زندگی فرزندان کار و روزگار خانه به همسر نیز اهمیت داده باشد. حتی ببینید در آخر پشیمان می شود همسر خود را یاد می کند و جای به علامت خان می گوید هر چیزی که من میخواهم، بله میگوید هر چیزی که من میخواهم قمری از چشمانم حس میکند. از چشمانم حس میکند. بله بله. چقدر صمیمی است این لحظه ها. پشیمان میشود، همان دستانی نرم و گرمی همسرش را یاد میکند. برای آن همین از تو خنک است میگوید، ولی دستان قمری گرم است. گرم بود. و خواهشی مرا فقط نه تنها از زبان من بلکه از چشمانم میفهمید. گفته پشیمان میشود. البته ببینید هر یک نقش تربیوی است، هر یک نقش. کاری که علامت جان میکرد خدا رحمتش کند، از کارهای مقرری زنهای ما فرق نداشت. من آهنگ بودن او را، رباط بودن او را فراموش کردم. گمان کردم که علامت جان مثل همه زنهای ما پرطاقت است. نه آفرین به زنهای ما. در انجام علامت خان نیز دست و پای قشقرعکا رو میبندد. اصلا با جرمی که این کار انجام میدهد. علامت خان در آخر از آن همان مهنت بسیار که به دلش میزند، از همان طلبات بسیاری که همسرش طلب میکند، از همان طلباتی که در آن همان محیط هست وای به داد می آید. قشقرعکه میبندد و به صحرا میرود و در صحرا از همین مهنت وزنین در تگ آفتاب گویا که میمیرد. همین به صحرا برآمده قطار همین مردم، همین کار کردن علامت خان، پخته شدن علامت خان ضرور می. آب به همینم این کار خانه، این رو شست و شو، این گام و گسله، این خوراک پزی، میهمان قبول کن، این دستور خانه، چای جاشان. درست. به همینم کار اینا با برآمده همین پخته چیدن همینا هیچ. من فکر میکنم با صحبت و برنامه امروزه بینندگان یک تاثیرات برای خود گرفتن و حتما این نمایشنامه را بار دیگر تماشا میکنند و از نقش هنرمندان، از کاری کارگردان بار دیگر یعنی یادآور میشوند. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید آمدید. به شما نیز تشکر که وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته امروز مرا دعوت نمودید که با مخلصان باری دیگر طریق تلویزیون روبرو شویم، همصحبت شویم. تاجیکستان عزیز ما همیشه آباد باشد، صلح امانی پایدار باشد. در خاندان هر یک مخلصان عزیز ما، تمام مردم تاجیکستان عزیز ما سعادت زندگی باشد. تشکر زیاد و امیدوار هستیم که باز در نمایشنامه‌های ژانر مضحکه زیاد نقش می‌آفرید و همین گونه بینندگان را شاد می‌سازید، مثل نقش علامت خان. واقعا در تئاتر و سینما نام شخصان ماندگار است که فدایی باشند و با ایجادشان در تشکل روح و روان بیننده تاثیرگذار. به مثال نویله تلویزیونی زن آهنین ساجده غلامووا و هنرمندان آن که توانستند با هنر ناتکرار خود نام خود را در صحیفه تاریخ تئاتر و سینمای ملی ثبت سازند. بینندگان گرامی، بگذار در صحیفه کتاب عمر شما نیز بهترین لحظه های شیرین، بهترین خاطره های نیک ثبت گردد. با همین آرزو و نیت های نیک با شما خیر میگوییم تا برنامه های دیگر.